بخش اول. چرا هرچه بیشتر دنبال خوشحالی می رویم، حالمان بدتر می شود؟ یه احتمال عجیب وجود داره. شاید بعضی از کارهایی که برای بهتر شدن حالت انجام میدی، دقیقاً همون چیزهایی باشن که نمیذارن حالت بهتر بشه. شاید هر بار که سعی میکنی یک فکر منفی رو به زور از سرت بیرون کنی، بیشتر بهش قدرت میدی. هر بار که از اضطرابت فرار می‌کنی، شاید داری به ذهنت یاد میدی که اضطراب واقعاً چیز خطرناکیه. و عجیبتر از همه، شاید هر چقدر بیشتر تلاش کنی همیشه خوشحال باشی، کمتر احساس خوشبختی کنی. میدونم، در نگاه اول اصلاً منطقی نیست. مگه تقریباً همه ما دنبال همین نیستیم؟ اینکه یک روز بالاخره ذهنمون آروم بشه، مشکلات کمتر بشن، نگرانی‌ها تموم بشن و صبح که چشم‌هامون رو باز می‌کنیم احساس کنیم بالاخره همه چیز سر جاشه. اما یه سوال، اگه اون روز هیچ وقت نرسه چی؟ فکر کن چند بار توی زندگیت گفتی فقط این مشکل حل بشه دیگه خیالم راحته. حل شد. بعد چی شد؟ یه مشکل دیگه جاش رو گرفت. گفتی فقط درآمدم بیشتر بشه. بیشتر شد. بعد عدد بزرگتری مهم شد. فقط به این هدف برسم. رسیدی. چند روز یا چند هفته حس خوبی داشتی و بعد همه چیز دوباره عادی شد. انگار یک خط پایان نامرئی جلوی ماست که هر بار بهش نزدیک میشیم چند متر عقب‌تر میره. و ما فکر میکنیم مشکل اینه که هنوز به اندازه کافی سریع ندویدیم. اما شاید حقیقت چیز دیگه‌ای باشه. شاید اصلاً خط پایانی وجود نداره. راس هریس در کتاب تله شادمانی دقیقاً از همین جا شروع میکنه و حرفی میزنه که با بخش بزرگی از چیزهایی که درباره خوشبختی شنیدیم فرق داره. قرار نیست یاد بگیری چطور همیشه مثبت فکر کنی. قرار نیست تمام افکار منفی رو از ذهنت پاک کنی. حتی قرار نیست یاد بگیری چطور همیشه احساس خوبی داشته باشی. چون شاید تمام این مدت سوال اشتباهی میپرسیدیم. سوال این بوده، چطور از شر احساسات بد خلاص بشم؟ اما شاید سوال مهمتر این باشه، چطور زندگی کنم حتی وقتی این احساسات وجود دارن؟ و برای فهمیدن جواب این سوال، اول باید یک باور خیلی قدیمی رو زیر سوال ببریم. یک آدم خوشبخت باید بیشتر اوقات حال خوبی داشته باشه. اما واقعاً همینطوره؟ فرض کن فردا یک مصاحبه کاری خیلی مهم داری. طبیعیه که کمی استرس داشته باشی. اما بعد متوجه استرست میشی و با خودت میگی چرا استرس دارم؟ نباید اینطوری باشم. قلبت کمی سریعتر میزنه و یک فکر جدید میاد. اگه فردا هم همینطوری بشم چی؟ بعد یکی دیگه. اگه نتونم درست حرف بزنم چی؟ و یکی دیگه. اگه بفهمن استرس دارم چی؟ اتفاق عجیبی افتاده. چند دقیقه قبل فقط برای مصاحبه استرس داشتی. حالا از استرس داشتن هم استرس داری. یک احساس ناخوشایند وجود داشت. اما ذهن یک لایه درد دیگه روی اون ساخت. همین اتفاق با غم هم میفته. ناراحتی. بعد با خودت میگی چرا هنوز ناراحتم؟ حالا علاوه بر غم از خودت هم ناراضی. یک روز انگیزه نداری. ذهنت میگه باز شروع شد. چرا من هیچ وقت نمیتونم منظم باشم؟ حالا فقط بی انگیزه نیستی. داری خودت رو هم محاکمه میکنی. و شاید بخش بزرگی از رنج ما دقیقاً از همین جا شروع بشه. نه فقط از احساسی که داریم، بلکه از این باور که من نباید این احساس رو داشته باشم. اما چرا ذهن ما اصلاً انقدر راحت سمت نگرانی، مقایسه و خطر میره؟ جوابش جالبه. هزاران سال قبل رو تصور کن. وسط طبیعت صدایی از پشت بوته میاد. 2 نفر اونجا.
نفر اول میگه احتمالاً چیزی نیست. نفر دوم میگه صبر کن، شاید خطر باشه. کدوم ذهن شانس بیشتری برای زنده موندن داشت؟ احتمالاً ذهنی که زودتر خطر رو پیدا میکرد. برای اجداد ما ندیدن یک منظره زیبا اتفاق مهمی نبود. اما ندیدن یک خطر واقعی میتونست آخرین اشتباه زندگیشون باشه. پس مغز انسان در یک کار فوق‌العاده شد. پیدا کردن مشکل. فقط یک مسئله وجود داره. ما با همون مغز وارد دنیای امروز شدیم. دیگه پشت هر بوته‌ای حیوان درنده نیست. اما سیستم هنوز روشنه. رئیست میگه فردا چند دقیقه باهات کار دارم. ذهن نکنه قرار اخراج بشم. یکی پیامت رو دیده و جواب نداده. ذهن حتما یه مشکلی پیش اومده. دوستت به موفقیتی رسیده. ذهن ببین اون کجاست و تو کجایی؟ یک نفر از کارت انتقاد میکنه. ذهن شاید واقعاً به اندازه کافی خوب نیستی. ذهن هنوز دنبال خطره. فقط خطرها عوض شدن. و اینجا یک نکته مهم وجود داره. مشکل این نیست که این فکرها وارد ذهنت میشن. مشکل از جایی شروع میشه که هر چیزی رو که ذهن میگه حقیقت فرض میکنی. فرض کن ذهنت میگه تو شکست میخوری. اغلب ما این جمله رو مثل یک خبر رسمی میشنویم. انگار آینده اتفاق افتاده و نتیجهش هم مشخص شده. اما این فقط یک فکره. ذهنت تا حالا چند بار درباره آینده اشتباه کرده؟ چند بار مطمئن بودی اتفاق وحشتناکی میفته و نیفتاد؟ چند بار چیزی که زمانی فکر میکردی پایان دنیاست، امروز حتی به سختی یادت میاد؟ پس چرا هر بار که ذهن یک پیشبینی تازه میکنه، باهاش مثل حقیقت برخورد میکنیم؟ راس هریس یک تمرین ساده پیشنهاد میکنه. فرض کن فکر اینه. من به اندازه کافی خوب نیستم. یک بار همین جمله رو در ذهنت بگو. من به اندازه کافی خوب نیستم. حالا فقط چند کلمه به اولش اضافه کن. من دارم این فکر رو تجربه می کنم که به اندازه کافی خوب نیستم. فکر هنوز همونجاست. قرار نیست جادویی ناپدید بشه. اما یک اتفاق کوچک افتاده. تو دیگه خود فکر نیستی. تو کسی هستی که داره اون فکر رو میبینه. و اگر یک فکر فقط یک فکر باشه، دیگه لازم نیست هر بار ازش اطاعت کنی. حالا یک آزمایش کوتاه. برای چند ثانیه به هر چیزی که میخوای فکر کن. فقط به یک خرس سفید فکر نکن. تاثیرش رو وارد ذهنت نکن. حتی برای یک لحظه. خب، احتمالاً الان دقیقاً یک خرس سفید وارد ذهنت شد. و نکته همین جاست. برای اینکه مطمئن بشی به چیزی فکر نمی کنی، ذهن باید مرتب بررسی کنه که آیا اون فکر وجود داره یا نه. در زندگی واقعی هم همین اتفاق میفته. نباید به اون آدم فکر کنم. و دوباره همون آدم وارد ذهنت میشه. نباید نگران پول باشم. و ذهنت شروع میکنه تمام سناریوهای مالی آینده رو ساختن. امشب باید حتماً بخوابم. ساعت رو نگاه میکنی. 12:30. هنوز بیداری. 1. هنوز بیداری. و حالا علاوه بر نخوابیدن یک مشکل جدید هم داری. اگه فردا خسته باشم چی؟ هرچه بیشتر تلاش میکنی بخوابی، بیشتر متوجه بیدار بودنت میشی. اینجاست که کنترل تبدیل به تله میشه. چون در دنیای بیرون کنترل معمولاً جواب میده. اتاق تاریکه، چراغ رو روشن میکنی. سرده، بخاری رو روشن میکنی. صدای تلویزیون زیاده، کم میکنی.
پس ذهن یک قانون ساده یاد گرفته. چیزی رو دوست نداری، تغییرش بده. بعد همین قانون رو روی دنیای درون هم اجرا می کنیم. فکر بد، حذفش کن. اضطراب، خاموشش کن. خاطره بد، فراموشش کن. غم، از بین ببرش. اما ذهن کلید خاموش و روشن نداره و گاهی هرچه بیشتر برای خاموش کردن چیزی تلاش میکنی، بیشتر تمام توجهت رو به همون چیز میدی. برای همین راه‌های فرار زیادی پیدا کردیم. بعضی هاشون حتی کاملاً عادی به نظر میرسن. یکی هر بار حالش بد میشه گوشی رو باز میکنه. فقط 5 دقیقه. 5 دقیقه میشه نیم ساعت. یکی خودش رو در کار غرق میکنه تا فرصت فکر کردن نداشته باشه. یکی نمیتونه چند دقیقه در سکوت بمونه. باید همیشه چیزی پخش بشه. موسیقی، ویدیو، پادکست، هر چیزی. فقط تنها موندن با ذهن خودش نه. یکی از ترس تنهایی در رابطه‌ای میمونه که خودش هم میدونه براش خوب نیست. یکی کاری رو که واقعاً دوست داره سالها عقب میاندازه چون شروع کردنش اضطراب ایجاد میکنه. مسئله این نیست که گوشی، کار یا سرگرمی بد هستند. سوال مهمتر اینه، داری از این چیزها برای زندگی کردن استفاده میکنی؟ یا برای فرار از چیزی که نمیخوای احساسش کنی؟ چون بعضی فرارها واقعاً جواب میدن. حداقل برای چند دقیقه. و دقیقاً همین اونها رو خطرناک میکنه. فرض کن از صحبت کردن جلوی جمع میترسی. یک فرصت خوب برات پیش میاد. ردش میکنی. همون لحظه چه اتفاقی میفته؟ آرام میشی. اضطراب پایین میاد. و مغزت یک درس مهم میگیره. فرار کردم و نجات پیدا کردم. دفعه بعد فرصت دیگری پیش میاد. این بار مغز مطمئن تر میگه نرو. دوباره فرار میکنی. دوباره آرام میشی. و این چرخه ادامه پیدا میکنه تا اینکه شاید چند سال بعد متوجه بشی ترست از بین نرفته. فقط دنیایی که در اون زندگی میکنی کوچکتر شده. یک فرصت کمتر. یک تجربه کمتر. یک انتخاب کمتر. و اینجا سوال اصلی عوض میشه. دیگه فقط این نیست چطور ترسم را از بین ببرم. بلکه آیا چیزی آن طرف این ترس وجود داره که ارزش روبرو شدن باهاش رو داشته باشه؟ فرض کن مدت هاست میخوای کاری رو شروع کنی، اما ذهنت میگه هنوز آماده نیستی. پس منتظر اعتماد به نفس میمونی. 1 ماه، 6 ماه، 2 سال؟ ولی شاید ترتیب رو اشتباه فهمیدیم. شاید اعتماد به نفس همیشه قبل از عمل نمیاد. اولین باری که رانندگی کردی رو به یاد بیار. احتمالاً با اعتماد به نفس امروزت پشت فرمان ننشستی. استرس داشتی. اشتباه کردی. شاید فرمان رو محکم گرفته بودی ولی رانندگی کردی. بعد دوباره و دوباره. و کم کم چیزی تغییر کرد. شاید مسیر واقعی خیلی وقتها این نباشه. اعتماد به نفس بعد عمل. شاید این باشه عمل، تجربه و بعد اعتماد به نفس. اگر منتظر بمونی اول ترست کاملاً از بین بره و بعد حرکت کنی، ممکنه مدت زیادی منتظر بمونی. گاهی ترس باید روی صندلی عقب بشینه و تو با وجود حضورش رانندگی کنی. اما اینجا یک سوال خیلی مهمتر به وجود میاد. فرض کنیم حاضر شدی با وجود ترس حرکت کنی. به کدوم سمت؟ چون ممکنه سالها تلاش کنی، سخت کار کنی، از خیلی چیزها بگذری، از یک نردبان بلند بالا بری و وقتی بالاخره به آخرش رسیدی متوجه بشی نردبان تمام این مدت به دیوار اشتباهی تکیه داشته.
ممکنه به چیزی برسی که سالها آرزوش رو داشتی و تازه اونجا بفهمی اصلاً نمیدونی چرا میخواستیش. پس قبل از اینکه وارد بخش بعد بشیم، یک سوال از خودت بپرس. اگر هیچ کس قرار نبود زندگی تو رو ببینه، اگر هیچ کس نمیفهمید چقدر پول داری، چه ماشینی سوار میشی، چه شغلی داری، کجا سفر کردی، چند نفر تو رو میشناسن و هیچ کس نمیتونست تو رو با بقیه مقایسه کنه، باز هم همین زندگی رو میخواستی که الان برای ساختنش تلاش میکنی؟ چون شاید یکی از بزرگترین تله‌های زندگی این نباشه که به خواسته هامون نرسیم. شاید تله بزرگتر این باشه که به همشون برسیم و تازه اون موقع بفهمیم هیچ کدوم واقعاً خواسته خودمون نبودن. و دقیقاً از همینجا بخش دوم شروع میشه. بخش دوم. اگر به چیزی که میخواهی برسی و باز هم خوشحال نباشی چه؟ ممکنه یکی از بزرگترین تله‌های زندگی این نباشه که به خواسته هامون نرسیم. ممکنه این باشه که به همشون برسیم و تازه اون موقع بفهمیم هیچ کدوم واقعاً خواسته خودمون نبودن. تصورش کن. سالها برای رسیدن به یک نقطه تلاش کردی. شغل بهتر، درآمد بیشتر، خانه بهتر، جایگاه بالاتر، احترام بیشتر. بالاخره به خیلی از چیزهایی که می‌خواستی رسیدی. اما یک شب وقتی هیاهوی روز تموم شده و تنها موندی، یک سؤال آروم وارد ذهنت میشه. خب، حالا چی؟ شاید این سؤال از شکست ترسناکتر باشه، چون وقتی شکست میخوری هنوز میتونی با خودت بگی اگر موفق میشدم خوشحال میشدم. اما وقتی موفق میشی و باز هم یک چیزی کمه، دیگه جواب به این سادگی نیست. شاید برای همین بعضی آدمها سالها از یک قله بالا میرن و وقتی به بالاش میرسن تازه میفهمن منظره‌ای که میخواستن اون طرف نبوده. مشکل این نیست که هدف داشتن بده. مشکل اینه که ممکنه تمام زندگی رو صرف بالا رفتن از نردبانی کنیم بدون اینکه یک بار نگاه کنیم این نردبان به کدوم دیوار تکیه داده. اینجاست که راس هریس بین دو چیز تفاوت مهمی میذاره. هدفها و ارزشها. این دو شبیه هم به نظر میرسن اما یکی نیستن. مثلا میخوام خونه بخرم. این یک هدفه. میتونی یک روز بهش برسی و کنارش تیک بزنی. اما شاید پشت این هدف چیز عمیق‌تری وجود داشته باشه. امنیت، استقلال، مراقبت از خانواده، اینها ارزشند. یا مثلا میخوام ازدواج کنم. این یک هدفه. اما میخوام در رابطه آدمی وفادار، صادق و قابل اعتماد باشم. این یک ارزشه. میخوام وزن کم کنم. هدفه. میخوام از بدنم مراقبت کنم. ارزشه. تفاوتشون خیلی مهمه. هدف مقصد داره. ارزش جهت داره. مثل سفر به غرب. هیچ وقت به نقطه‌ای نمیرسی که بگی تمام شد. دیگه غربی وجود نداره. هر چقدر حرکت کنی هنوز میتونی در همون جهت ادامه بدی. ارزش‌ها هم همینطورن. یک روز از خواب بیدار نمیشی و بگی خب دیگه کاملاً آدم مهربانی شدم. تمام. یا صداقت رو کامل کردم. تیک. ارزش‌ها چیزی نیستن که تمام بشن. چیزی هستن که زندگی میشن. و این فرق کوچیک میتونه نگاهت به کل زندگی رو عوض کنه. چون اگر تمام زندگی فقط بر اساس هدفها ساخته بشه، یک اتفاق عجیب میفته. زندگی دائما به آینده منتقل میشه. وقتی مدرسه تموم بشه، وقتی دانشگاه تموم بشه، وقتی کار پیدا کنم، وقتی درآمدم بیشتر بشه، وقتی ازدواج کنم،
وقتی خونه بخرم، وقتی بدهی هام تموم بشه، وقتی بچه ها بزرگ بشن، وقتی بازنشسته بشن، بعد زندگی میکنم. ولی هر بار که یک وقتی تموم میشه، یک وقتی جدید جاش میاد. و اگر حواسمون نباشه، ممکنه یک روز بفهمیم تمام زندگی رو در اتاق انتظار زندگی گذروندیم. منتظر بودیم زندگی واقعی شروع بشه، در حالی که همون انتظار زندگی واقعی بوده. اما اینجا یک سوال سخت‌تر وجود داره. از کجا بفهمیم ارزش‌های واقعی ما چی هستن؟ چون خیلی از چیزهایی که فکر می‌کنیم می‌خوایم ممکنه از خودمون نیومده باشن. شاید فقط یاد گرفتیم باید بخوایمشون. برای همین یک آزمایش ذهنی انجام بده. فرض کن از فردا هیچ کس نمیتونه تو رو تحسین کنه و هیچ کس هم نمیتونه قضاوتت کنه. هیچ کس نمیفهمه چقدر درآمد داری، چه لباسی میپوشی، چه ماشینی داری، چه عنوانی جلوی اسمت نوشته شده. چند نفر تو رو میشناسن، کجا سفر کردی و چه چیزهایی خریدی. هیچ عکس و نمایشی هم وجود نداره. فقط تویی و تجربه واقعی زندگی خودت. حالا چه چیزهایی هنوز برات مهم میمونن؟ شاید هنوز بخوای پول در بیاری، اما این بار دلیلش روشن‌تره. شاید برای آزادی، شاید برای امنیت، شاید برای اینکه خانوادت کمتر نگران باشن. شاید هنوز بخوای پیشرفت کنی، اما نه برای شکست دادن بقیه، برای اینکه ساختن و یاد گرفتن واقعاً برات مهمه. این تفاوت ظریفه، اما میتونه مسیر یک زندگی رو عوض کنه. چون یکی از خطرناکترین کلمه هایی که ذهن استفاده میکنه، کلمه بایده. تا این سن باید ازدواج کرده باشم. باید درآمدم بیشتر باشه. باید خونه داشته باشم. باید از فلانی جلوتر باشم. باید الان جای بهتری از زندگی باشم. اما سوال اینه، این باید رو چه کسی نوشته؟ چه قانونی میگه یک انسان در 30 سالگی دقیقاً کجا باید باشه؟ یا 40 سالگی؟ یا 50 سالگی؟ 2 نفر ممکنه همسن باشن، اما از 2 نقطه کاملاً متفاوت شروع کرده باشن. فرصت‌های متفاوت، خانواده‌های متفاوت، توانایی‌های متفاوت، شکست‌های متفاوت، مسئولیت‌های متفاوت. با این حال ذهن همه این تفاوت‌ها رو حذف می‌کنه و فقط نتیجه رو می‌بینه. اون جلوتره. و شاید یکی از بی‌رحمانه‌ترین کارهایی که با خودمون می‌کنیم همین باشه. پشت صحنه زندگی خودمون رو با ویترین زندگی دیگران مقایسه می‌کنیم. تو تمام شکست‌های خودت رو می‌دونی. شب‌هایی که خواب نداشتی. اشتباه‌هایی که کردی. ترس‌هایی که به کسی نگفتی. روزهایی که نمی‌دونستی باید چه کار کنی. اما از آدم مقابل شاید فقط یک عکس ببینی. یک ماشین. یک سفر. یک خبر خوب. یک موفقیت. و ذهن این دو رو کنار هم میذاره و میگه دیدی؟ اون از تو جلوتره. در حالی که این مقایسه از اول عادلانه نبوده. و حتی اگر امروز از خیلی ها جلوتر باشی، ذهن باز هم میتونه کسی رو پیدا کنه که بیشتر داره. درآمدت 2 برابر میشه؟ کسی 10 برابر تو درآمد داره. 10,000 نفر تو رو میشناسن؟ یکی رو 10 میلیون نفر میشناسن. خانه خریدی؟ یکی خانه بزرگتری داره. بدنت رو ساختی؟ یکی بهتره. موفق شدی؟ یکی موفق‌تره. این بازی یک ویژگی عجیب داره. طوری طراحی شده که تقریباً هیچ وقت برنده نشی.
چون همیشه میشه یک معیار جدید پیدا کرد. و اگر احساس ارزشمند بودنت رو به جایگاهت در این جدول وصل کنی، آرامشت همیشه دست آدمهای دیگه است. کافیه یکی از تو جلو بزنه تا دوباره احساس کنی چیزی کم داری. شاید آزادی واقعی از لحظه شروع بشه که به جای پرسیدن من نسبت به بقیه کجام؟ بپرسی من نسبت به چیزی که برای خودم مهمه کجام؟ این دو سوال ممکنه تو رو به دو زندگی کاملا متفاوت ببرن. اما حتی وقتی بفهمی چه چیزی واقعاً برات مهمه، یک دشمن قدیمی دوباره برمیگرده. ذهن. فرض کن تصمیم گرفتی کاری رو شروع کنی که مدتها دوستش داشتی. ذهنت میگه دیره. تو جواب میدی نه دیر نیست. ذهن. پس چرا زودتر شروع نکردی؟ تو شرایطش نبود. ذهن. یا شاید فقط ترسیدی و ناگهان وارد یک دادگاه شدی. تو مدرک میاری. ذهن مدرک مخالف. تو دفاع میکنی. ذهن حمله میکنه. و نیم ساعت بعد هنوز همون جایی. هیچ کاری نکردی. فقط خسته شدی. شاید لازم نباشه هر بار این دادگاه رو برگزار کنی. گاهی میتونی فقط متوجه بشی خب ذهنم دوباره داستان دیر شده رو شروع کرد و برگردی سر کاری که برات مهمه. این یعنی بیخیال بودن؟ نه. گاهی اطلاعات مفید پخش میکنه. گاهی هشدار مهم میده و گاهی یک ایستگاه عجیب میگیره که اسمش میتونه این باشه. تو کافی نیستی. صبح بقیه ازت جلوترن. ظهر داری وقتت رو تلف میکنی. عصر نکنه تصمیم اشتباهی گرفتی. و درست وقتی میخوای بخوابی، راستی اون اشتباهی که 7 سال پیش کردی یادت هست؟ مشکل روشن بودن رادیو نیست. مشکل اینه که فکر کنیم هر چیزی که از رادیو پخش شد باید طبقش عمل کنیم. تو میتونی صداش رو بشنوی و همچنان مسیر خودت رو ادامه بدی. یکی از جاهایی که این رادیو بیشترین سر و صدا رو میکنه موقع تصمیم‌های نامعلومه. چون ذهن از یک چیز واقعاً خوشش نمیاد. عدم قطعیت. دوست داره بدونه چه اتفاقی میفته. اگر این شغل رو عوض کنم موفق میشم؟ اگر مهاجرت کنم پشیمون نمیشم؟ اگر این رابطه رو شروع کنم آخرش آسیب نمیبینم؟ اگر این کار رو منتشر کنم مردم مسخرم نمیکنن؟ ما دنبال تضمینیم. اما زندگی خیلی کم تضمین میده. تقریباً هیچ تصمیم مهمی با اطمینان 100% گرفته نمیشه. ازدواج، مهاجرت، تغییر شغل، شروع کسب و کار، تمام کردن یک رابطه، شروع یک مسیر تازه. همیشه بخشی از آینده تاریکه. و شاید اینجا تعریف ما از اعتماد به نفس هم باید تغییر کنه. اعتماد به نفس لزوماً این نیست که بگی مطمئنم موفق میشم. شاید شکل عمیق‌ترش این باشه. نمیدونم چه اتفاقی میفته، ولی اعتماد دارم که میتونم با چیزی که پیش میاد روبرو بشم. این دو جمله خیلی با هم فرق دارن. اولی از آینده تضمین میخواد. دومی به توانایی تو برای روبرو شدن با آینده تکیه میکنه. و شاید همین چیزی باشه که اجازه میده حرکت کنی حتی وقتی همه جوابها رو نداری. اما ذهن برای گرفتن تضمین یک ترفند دیگه هم داره. بیش فکری. بیش فکری خیلی وقتها خودش رو شبیه حل مسئله جا میزنه. فکر میکنی داری به نتیجه نزدیک میشی. اما 1 ساعت گذشته و فقط سوالهای بیشتری داری. تفاوتشون رو میشه خیلی ساده دید. حل مسئله معمولاً به یک اقدام ختم میشه. مثلاً
نگران وضعیت مالیم هستم. حسابها رو نگاه می‌کنی. هزینه‌ها رو مشخص می‌کنی. چند گزینه می‌نویسی. یک تصمیم می‌گیری. اما بیشفکری این شکلیه. اگه پولم کم بیاد چی؟ اگه کارم رو از دست بدم چی؟ اگه نتونم کار دیگه‌ای پیدا کنم چی؟ اگه انتخاب اشتباهی کنم چی؟ اگه 5 سال دیگه پشیمون بشم چی؟ و بعد از 1 ساعت هیچ اقدام تازه‌ای وجود نداره. فقط اضطراب بیشتر شده. پس دفعه بعد که دیدی مدت زیادی داخل یک فکر گیر کردی، یک سوال از خودت بپرس. این فکر من رو به یک اقدام مفید نزدیک میکنه یا فقط داره دور خودش میچرخه؟ گاهی همین سوال میتونه جلوی ساعتها چرخیدن داخل ذهن رو بگیره. اما ذهن فقط آینده رو اشغال نمیکنه. گاهی گذشته رو هم رها نمیکنه. شاید یک اشتباه سالها قبل کردی. خود اتفاق 5 دقیقه طول کشیده. اما ذهن میتونه 5 سال بعد ساعت 2 نصف شب پرونده رو دوباره باز کنه. یادت هست چی گفتی؟ و ناگهان بدن تو دوباره همون شرم رو احساس میکنه. اتفاق دیگه وجود نداره. شاید آدمهای اون ماجرا حتی فراموشش کرده باشن. ولی برای چند دقیقه تو دوباره اونجایی. این یکی از عجیبترین توانایی‌های ذهن انسانه. بدن میتونه در زمان حال باشه ولی ذهن در زمانی زندگی کنه که دیگه وجود نداره. یا برعکس. بدن اینجاست اما ذهن در آینده‌ای زندگی میکنه که هنوز نرسیده. و بین این دو چیزی آروم آروم از دست میره. همین امروز. تصور کن با کسی که دوستش داری نشستی. اون داره چیزی برات تعریف میکنه. سر تکون میدی. اما واقعیت اینه که چند جمله آخرش رو اصلاً نشنیدی. ذهنت جای دیگه‌ای بوده. به کار فردا. به یک پیام. به یک مشکل. به اتفاقی که صبح افتاد. چند دقیقه بعد گوشی رو بر می‌داری. اون لحظه تموم میشه. اتفاق بزرگی هم نیفتاده. اما زندگی بیشتر از همین لحظه‌های معمولی ساخته شده. نه فقط سفرهای بزرگ. نه فقط جشنها. نه فقط روزهای موفقیت. یک شام ساده. صدای کسی که دوستش داری. قدم زدن در یک عصر معمولی. خنده‌ای که شاید هیچ وقت فیلمش رو نگیری. خیلی از این لحظه ها وقتی اتفاق میافتن عادی به نظر میرسن. اما سالها بعد ممکنه حاضر باشی خیلی چیزها بدی تا فقط یکی از اون عصرهای معمولی رو دوباره داشته باشی. و شاید یکی از تلخ‌ترین اتفاقهای زندگی این باشه که چیزی رو فقط وقتی از دست دادیم واقعاً ببینیم. برای همین حضور در لحظه فقط یک جمله قشنگ نیست. یعنی توانایی برگشتن. نه اینکه ذهنت هیچ وقت منحرف نشه. این تقریباً غیر ممکنه. ذهنت میره. متوجه میشی. بر میگردی. دوباره میره. دوباره بر میگردی. کسی داره باهات حرف میزنه و میفهمی چند ثانیه است گوش نمیدی؟ برگرد. داری غذا میخوری و میفهمی نصفش رو بدون توجه خوردی؟ برگرد. داری قدم میزنی و 20 دقیقه است یک بحث خیالی رو در ذهنت تکرار میکنی؟ برگرد. همین برگشتن تمرینه. قرار نیست ذهنت رو شکست بدی. قرار نیست کاملا ساکتش کنی. فقط لازم نیست هر بار که حرکت کرد تو رو هم با خودش ببره. اما اینجا به بخش سخت‌تر ماجرا میرسیم. برگشتن به لحظه حال وقتی حالت خوبه راحت تره. ولی اگر چیزی که در لحظه حال منتظرته دردناک باشه چی؟ اگر وقتی گوشی رو کنار میذاری تنهایی بیاد؟ اگر وقتی کار رو متوقف میکنی اضطراب بیاد؟ اگر وقتی سر و صدا خاموش میشه خاطره‌ای برگرده که نمیخوای بهش فکر کنی؟
اینجاست که دوباره میخوای فرار کنی. اما این بار شاید به جای پرسیدن چطور از این حس خلاص بشم، باید سؤال سختری بپرسی. فرار کردن تا امروز چه هزینه‌ای برای من داشته؟ اگر برای فرار از ترس شروع نکردی، چه چیزی رو از دست دادی؟ اگر برای فرار از تنهایی در رابطه اشتباهی موندی، چه چیزی رو از دست دادی؟ اگر برای فرار از قضاوت دیگران سالها خودت نبودی، چه چیزی از خودت باقی مونده؟ چون بعضی راهها واقعاً درد رو در کوتاه مدت کمتر میکنن، اما همزمان زندگی رو هم کوچکتر میکنن. و این دقیقاً ما رو به بخش سوم میرسونه. به جایی که باید یاد بگیریم کاری رو انجام بدیم که در نگاه اول خلاف غریزمونه. اجازه بدیم یک احساس ناخوشایند وجود داشته باشه، بدون اینکه اجازه بدیم زندگیمون رو کنترل کنه. بخش سوم. از احساساتت فرار نکن. اجازه بدیم یک احساس ناخوشایند وجود داشته باشه، بدون اینکه اجازه بدیم زندگیمون رو کنترل کنه. این جمله روی کاغذ ساده است، اما وقتی اضطراب واقعاً میاد، وقتی قلب تند میزنه، وقتی غم روی سینه‌ات سنگینی میکنه، وقتی یک خاطره نمیذاره بخوابی، آخرین چیزی که دلت میخواد اینه که کسی بهت بگه احساست رو بپذیر. طبیعیه که بخوای ازش خلاص بشی. اما اینجا یک سوال مهم وجود داره. اگه بعضی احساسات دقیقاً به خاطر تلاش ما برای خلاص شدن ازشون قوی تر بشن چی؟ فرض کن داخل آب افتادی و چیزی به پات گیر کرده. اولین واکنش چیه؟ تقلا. بیشتر دست و پا میزنی، چون مغزت فریاد میزنه از این وضعیت بیرون بیا. اما بعضی وقتها همین تقلا اوضاع رو بدتر میکنه. رابطه ما با بعضی احساسات هم شبیه همینه. اضطراب میاد. فوری میگی نباید اضطراب داشته باشم. اضطراب هنوز هست. پس تلاش بیشتری میکنی. نفست رو کنترل میکنی. بدنت رو بررسی میکنی. ضربان قلبت رو چک میکنی. منتظری ببینی تموم شد یا نه. و بدون اینکه متوجه باشی، تمام توجهت رو روی همون چیزی گذاشتی که میخواستی ازش خلاص بشی. حالا دیگه فقط اضطراب نداری. یک نگرانی جدید هم اضافه شده. چرا اضطرابم تموم نمیشه؟ و بعد اگه بدتر بشه چی؟ چیزی که شاید اول فقط یک موج کوچک بود، تبدیل میشه به مرکز تمام توجهت. گاهی جنگیدن با احساس مثل خاموش کردن آتش با بنزینه. راس هریس برای اینجا یک پیشنهاد ساده اما مهم داره. به جای اینکه اولین سوال این باشه چطور این احساس را از بین ببرم، برای چند لحظه بپرس این احساس دقیقاً کجای بدن منه؟ مثلا اضطراب، فشار روی سینه، گرفتگی شکم، گرمای صورت، لرزش دست، تند شدن ضربان قلب. برای چند لحظه داستان رو کنار بذار. نه، این وحشتناکه. نه، نباید اینطوری باشم. نه، اگه بیشتر بشه چی؟ فقط ببین واقعاً در بدنت چه اتفاقی افتاده. این کار قرار نیست یک ترفند مخفی برای ناپدید کردن احساس باشه. اگر با خودت بگی باشه قبولش میکنم که زودتر بره، هنوز داری همون بازی قبلی رو انجام میدی. فقط روش کنترل رو عوض کردی. هدف چیز دیگه ایه. اینکه بفهمی میتونی یک احساس ناخوشایند رو تجربه کنی بدون اینکه مجبور باشی فوراً ازش فرار کنی. تصور کن مهمونی گرفتی. آدم‌هایی که دوستشون داری اونجان. موسیقی پخش میشه. همه دارن حرف میزنن. ناگهان یک مهمون ناخوانده وارد میشه. کسی که اصلاً ازش خوشت نمیاد. حالا دو انتخاب داری. میتونی تمام مهمونی رو رها کنی
و ساعتها تلاش کنی اون آدم رو بیرون بندازی. باهاش بحث کنی، دعوا کنی. جلوی در بایستی تا دوباره بر نگرده. ولی در تمام این مدت چه چیزی رو از دست میدی؟ خود مهمونی رو. بعضی احساسات هم همین طورن. گاهی اضطراب وارد مهمونی زندگی میشه. گاهی غم. گاهی ترس. گاهی حسادت. گاهی شرم. لازم نیست دوستشون داشته باشی. لازم نیست دعوتشون کنی. اما شاید لازم هم نباشه تمام زندگی رو متوقف کنی تا بیرونشون بندازی. میتونی بگی باشه. میدونم اینجایی. و دوباره برگردی سمت چیزی که برات مهمه. این یعنی پذیرش، نه تسلیم. و تفاوت این دو خیلی مهمه. چون ممکنه کسی بگه پس اگر شرایط زندگیم بده باید قبولش کنم و هیچ کاری نکنم؟ نه. فرض کن دستت رو روی یک سطح داغ گذاشتی. پذیرش یعنی متوجه بشی. دستم داره میسوزه. نه اینکه بگی پذیرفتم و دستت رو همونجا نگه داری. اتفاقاً وقتی واقعیت رو واضح میبینی میتونی دستت رو برداری. در زندگی هم همینه. اگر رابطه‌ای بهت آسیب میزنه، پذیرش یعنی واقعیتش رو بدون توجیه ببینی. شاید بعدش تصمیم بگیری، فاصله بگیری. اگر وضعیت مالیت خوب نیست، پذیرش یعنی وانمود نکنی مشکلی وجود نداره. عددها رو ببینی و بعد تصمیم بگیری. اگر اشتباه کردی، پذیرش یعنی مسئولیتش رو قبول کنی. نه اینکه سالها خودت رو به خاطرش مجازات کنی. پذیرش یعنی این واقعیت الان وجود داره. با چیزی که در اختیار منه، قدم بعدی چیه؟ و این قدم بعدی شاید مهمترین بخش ماجرا باشه. چون خیلی از ما فکر می‌کنیم برای حرکت کردن اول باید حس حرکت کردن داشته باشیم. میگی وقتی انگیزه پیدا کردم ورزش میکنم. وقتی حالم بهتر شد روی کارم تمرکز میکنم. وقتی اعتماد به نفسم بیشتر شد حرفم رو میزنم. وقتی ترسم کمتر شد شروع میکنم. یعنی احساسات تبدیل میشن به رئیس زندگی. اگر اجازه بدن حرکت میکنی. اگر اجازه ندن نه. اما احساسات خیلی قابل اعتماد نیستن. امروز انگیزه داری، فردا نداری. صبح انرژی داری، شب خسته ای. یک روز امیدوار میشی، یک روز شک میکنی. اگر تمام تصمیم‌های مهمت رو بر اساس حال همان لحظه بگیری، مسیر زندگیت مدام تغییر میکنه. احساسات بیشتر شبیه آب و هوا هستن. گاهی آفتابی، گاهی ابری، گاهی طوفانی. اما اگر برای بیرون رفتن همیشه منتظر هوای کاملاً ایدئال باشی، ممکنه بخش بزرگی از سال رو داخل خونه بمونی. فرض کن ساعت 7 عصره. روز سختی داشتی. قرار بود ورزش کنی، اما خسته ای. ذهنت میگه امروز نه، از فردا. اینجا دو راه افراطی وجود داره. یکی این که کلاً رها کنی، یکی همین که شروع کنی به توهین کردن به خودت. تو تنبلی. هیچ وقت منظم نمیشی. باز خراب کردی. اما راه سومی هم هست. بله، خستم. و بعد؟ با وجود این خستگی، کوچکترین کاری که با چیزی که برام مهمه هماهنگه چیه؟ شاید 1 ساعت ورزش نباشه. شاید فقط 10 دقیقه پیاده روی باشه. نکته اصلی اون 10 دقیقه نیست. اتفاق مهمتر اینه که داری یک چیز رو به خودت یاد میدی. برای انجام کار مهم لازم نیست همیشه احساس مناسب داشته باشم. و این خیلی مهمه. چون خیلی وقتها ما فکر میکنیم اول باید انگیزه بیاد، بعد عمل کنیم. اما در واقع خیلی وقتها عمل انگیزه میسازه. مثلا روزی که اصلاً حوصله بیرون رفتن نداری. بالاخره کفشات رو میپوشی و میگی فقط 5 دقیقه.
5 دقیقه بعد شاید هنوز حوصله نداشته باشی. اما حرکت شروع شده. 10 دقیقه بعد ممکنه احساس متفاوتی داشته باشی. نه همیشه. اما اگر منتظر انگیزه میموندی، اصلاً فرصت تغییر حالت رو پیدا نمی کردی. گاهی لازم نیست احساساتت رو قانع کنی. فقط باید اولین حرکت رو اونقدر کوچیک کنی که بتونی با وجود اونها انجامش بدی. اما یک احساس هست که معمولاً از ترس هم عمیق‌تر عمل میکنه. احساسی که میتونه سالها آدم رو در گذشته نگه داره. شرم. شرم با پشیمانی فرق داره. پشیمانی میگه کار بدی کردم. شرم میگه من بدم. پشیمانی میتونه به جبران منجر بشه، اما شرم اشتباه رو تبدیل به هویت میکنه. یک بار شکست خوردی. ذهن نمیگه این بار شکست خوردی. میگه تو شکست خورده ای. چند بار کاری رو عقب انداختی. ذهن نمیگه چند بار اهمال کردی. میگه تو تنبلی. یک رابطه خراب شده. ذهن میگه تو برای رابطه ساخته نشدی. یک تصمیم مالی بد گرفتی. ذهنت میگه من هیچ وقت با پول خوب نیستم. دقت کن ذهن چقدر عاشق کلمه هایی مثل این هاست. همیشه، هیچ وقت، من اینطوریم. یک اتفاق تبدیل میشه به شخصیت. یک اشتباه تبدیل میشه به هویت و یک شکست تبدیل میشه به پیشبینی تمام آینده. اما تو فقط داستانهایی نیستی که ذهنت دربارت تعریف میکنه. یک لحظه آسمون رو تصور کن. گاهی صافه، گاهی ابری، گاهی طوفانی. ابرها میان میرن، اما آسمون خود ابر نیست. فکرها و احساسات هم تغییر میکنن. یک روز فکری میاد که انگار تمام حقیقت دنیاست. چند ماه بعد شاید حتی اهمیتش رو از دست داده باشه. یک احساس میاد و ذهنت میگه این دیگه تموم نمیشه. اما چند ساعت یا چند روز بعد شکلش تغییر میکنه. چند بار در زندگی فکر کردی من دیگه هیچ وقت مثل قبل نمیشم. اما زمان گذشت. چیزی تغییر کرد و زندگی ادامه پیدا کرد. این یعنی درد مهم نیست؟ نه. یعنی یک چیز رو فراموش نکن. احساس شدید پیشبینی آینده نیست. وقتی وسط طوفانی لازم نیست درباره تمام آینده زندگی تصمیم بگیری. گاهی فقط باید اجازه بدی طوفان عبور کنه. و شاید همینجا یک جمله بتونه نگاهت به روزهای سخت رو تغییر بده. اجازه بده یک روز بد فقط یک روز بد باشه. نه مدرکی برای اینکه زندگیت خرابه. یک شکست فقط یک شکست. نه اثبات اینکه شکست خورده‌ای. یک رد شدن فقط یک رد شدن. نه اثبات اینکه دوست داشتنی نیستی. یک اشتباه فقط یک اشتباه. نه تعریف کامل شخصیت تو. ذهن عاشق اینه که از یک اتفاق یک نتیجه بزرگ بگیره. تو مجبور نیستی همراهش بری. اما حالا به بخش سخت‌تر ماجرا میرسیم. چون بعضی دردها واقعاً با چیزهایی که برای ما ارزشمندند گره خوردن. اگر کسی رو واقعاً دوست داشته باشی، آسیب پذیر میشی. ممکنه از دستش بدی. ممکنه ناامیدت کنه. ممکنه یک روز دلتنگش بشی. اگر بخوای چیزی خلق کنی، احتمال قضاوت شدن هست. اگر بخوای رشد کنی، احتمال شکست هست. اگر بخوای صادق باشی، ممکنه بعضی آدم‌ها از حرفت خوششون نیاد. اگر بخوای آزادتر زندگی کنی، باید مسئولیت انتخابات رو هم قبول کنی. و این ما رو به یک سوال خیلی مهم میرسونه. چه چیزی آنقدر برای تو ارزشمنده که حاضری برای داشتنش کمی درد رو هم بپذیری؟
چون شاید سوال درست این نباشه چطور زندگی بدون درد داشته باشم. شاید چنین انتخابی اصلاً وجود نداشته باشه. فرار کردن هم درد داره. شروع نکردن هم درد داره. حرف نزدن هم درد داره. ماندن در جای اشتباه هم درد داره. سالها زندگی برای تایید دیگران هم درد داره. پس خیلی وقتها انتخاب ما بین درد و بدون درد نیست. انتخاب بین دو نوع درده. درد حرکت کردن یا درد یک روز فهمیدن این که هیچ وقت حرکت نکردی. فرض کن چیزی هست که سالهاست میخوای انجامش بدی. هر بار که بهش نزدیک میشی ترس میاد. این بار به جای اینکه بپرسی چطور این ترس رو از بین ببرم، یک سوال متفاوت بپرس. این ترس داره جلوی چه چیزی رو میگیره که برای من واقعاً مهمه؟ شاید ترس از قضاوت جلوی خلق کردن رو گرفته. شاید ترس از رد شدن جلوی نزدیک شدن به آدمها رو گرفته. شاید ترس از شکست جلوی شروع کردن رو گرفته. شاید ترس از تنهایی باعث شده جایی بمونی که مدت هاست میدونی جای تو نیست. گاهی چیزی که پشت ترس قرار گرفته دقیقاً همون چیزیه که برات ارزشمنده. و شاید به همین دلیل ترس انقدر شدیده. اگر موضوع برات مهم نبود، احتمالاً انقدر هم نمی ترسیدی. شجاعت یعنی نترسیدن؟ نه. اگر هیچ ترسی وجود نداشته باشه، شجاعتی هم لازم نیست. شجاعت یعنی می ترسم و با این حال انتخاب می کنم. این تفاوت کوچیک میتونه مسیر زندگی رو عوض کنه. چون دیگه لازم نیست قبل از حرکت نسخه بی ترس خودت رو پیدا کنی. میتونی همین آدم باشی. با همین شک‌ها، با همین اضطراب‌ها، با همین گذشته و باز هم یک قدم برداری. اما حالا یک سوال بزرگتر باقی مونده. اگر قرار نیست زندگی رو با میزان حال خوب اندازه بگیریم، پس با چی اندازه بگیریم؟ فرض کن 2 نفر یک روز سخت رو پشت سر گذاشتن. هر دو خسته‌اند. هر دو مضطرب بودن. هر دو لحظاتی ناراحت شدن. اما یکی از اونها با وجود همه این احساسات کاری رو انجام داده که براش مهم بوده. کنار کسی که دوستش داشته، حضور داشته. یک قدم به سمت چیزی که براش ارزشمند بوده، برداشته. در یک موقعیت سخت، مطابق ارزشهاش رفتار کرده. نفر دوم تمام روز فقط تلاش کرده هیچ احساس بدی نداشته باشه. کدومشون روز بهتری داشتن؟ جواب شاید اونقدر واضح نباشه که قبلاً فکر می کردیم. و این ما رو به آخرین و مهمترین قسمت تله شادمانی میرسونه. چون شاید یک زندگی خوب زندگی این نباشه که در اون بیشتر احساس خوب داشتیم. شاید معیار عمیق‌تری وجود داشته باشه. برای فهمیدنش در بخش آخر میخوام یک کار متفاوت انجام بدیم. میخوام برای چند دقیقه از آخر زندگی به امروز نگاه کنیم. چون بعضی چیزهایی که الان فوق‌العاده مهم به نظر میرسن از اون فاصله تقریباً بی اهمیت میشن. و بعضی چیزهایی که امروز خیلی ساده از کنارشون رد میشیم شاید دقیقاً همون چیزهایی باشن که یک روز بیشتر از همه دلمون براشون تنگ میشه. بخش 4. زندگی که واقعاً ارزش زندگی کردن دارد. برای چند دقیقه از آخر زندگی به امروز نگاه کنیم. نه برای اینکه غمگین بشین، برای اینکه بعضی چیزها فقط وقتی از دور نگاهشون میکنیم اندازه واقعیشون معلوم میشه. تصور کن سالهای زیادی گذشته. خیلی از چیزهایی که امروز ذهنت رو درگیر کردن دیگه وجود ندارن. آدم‌هایی که می‌خواستی تحت تأثیرشون قرار بدی، شاید دیگه حتی در زندگیت نباشن.
بحثی که امروز چند ساعت ذهنت رو گرفته، شاید حتی یادت نیاد سر چی بوده. کسی که خودت رو باهاش مقایسه می کردی، دیگه اهمیتی نداره. بعضی نگرانی هایی که شب خوابت رو می گرفتن، هیچ وقت اتفاق نیفتادن و بعضی هاشون اتفاق افتادن و تو ازشون عبور کردی. حالا از اون فاصله به زندگی امروزت نگاه کن. فکر می‌کنی دلت برای چی بیشتر تنگ میشه؟ برای عددی که توی حسابت بود؟ برای تعداد آدم‌هایی که تاییدت کردن؟ برای اینکه از چه کسی جلوتر بودی؟ یا شاید برای یک عصر کاملاً معمولی کنار کسی که دوستش داشتی؟ برای صدایی که امروز شنیدنش برات عادیه؟ برای بدنی که امروز شاید ازش ایراد میگیری اما هنوز میتونه راه بره، کار کنه و آدمی رو که دوست داری در آغوش بگیره. برای فرصتی که داشتی چیزی رو شروع کنی اما فکر کردی هنوز وقت زیاده. شاید اون روز یک سوال بیشتر از بقیه اذیتت کنه. چرا وقتی فرصت داشتم بیشتر زندگی نکردم؟ ما معمولاً فکر می‌کنیم بزرگترین حسرت‌ها از تصمیم‌های اشتباه میان. اما بعضی از عمیق‌ترین حسرت‌ها ممکنه از تصمیم‌هایی بیان که هیچ وقت نگرفتیم. حرفی که نزدیم، کاری که شروع نکردیم، مرزی که تعیین نکردیم، آدمی که بهش نگفتیم چقدر برامون مهمه. فرصتی که فقط به خاطر ترس از قضاوت از کنارش گذشتیم. و شاید دردناکتر از همه، سالهایی که صرف تلاش برای تبدیل شدن به کسی کردیم که دیگران تاییدش کنن. برای همین، سوال اصلی این بخش این نیست چطور خوشحالتر باشم. سوال اینه، دوست دارم وقتی به زندگیم نگاه میکنم ببینم چه جور انسانی بودم؟ نه اینکه فقط چه چیزهایی داشتم. چه جور انسانی بودم؟ اینجا همون مفهوم ارزش‌ها دوباره برمیگرده، اما این بار نه به عنوان یک تعریف، به عنوان معیار انتخاب. فرض کن صداقت برات مهمه. اشتباهی کردی و باید عذرخواهی کنی. چه حسی داری؟ شاید شرم، شاید ترس، شاید غرورت مقاومت کنه. اگر معیار تصمیم فقط حس خوب باشه، احتمالاً عذرخواهی نمی کنی. اما اگر معیار این باشه، در چنین لحظه‌ای دوست دارم چه جور انسانی باشم، ممکنه با قلبی که تند میزنه بری و بگی اشتباه کردم. ببخشید. هنوز ممکنه حالت عالی نباشه، ولی یک اتفاق مهم افتاده. طبق چیزی که برات مهمه زندگی کردی و شاید این عمیق‌تر از حال خوب لحظه‌ای باشه. همین اتفاق وقتی میخوای چیزی خلق کنی هم میفته. یک کسب و کار، یک کتاب، یک کانال، یک پروژه، هر چیزی که واقعاً برات مهمه. ممکنه بترسی از اینکه خوب نباشه، از اینکه مردم چی بگن، از اینکه شکست بخوره. اگر شرط شروع این باشه که اول ترس از بین بره، ممکنه هیچ وقت شروع نکنی. اما اگر خلق کردن واقعاً برات ارزش داشته باشه، میتونی یک تصمیم متفاوت بگیری. باشه، ترس هم میتونه بیاد. نه اینکه دوستش داشته باشی، نه اینکه وانمود کنی وجود نداره. فقط دیگه لازم نیست پشت فرمان بشینه. ممکنه منتشر کنی و نتیجه‌ای که می‌خواستی نگیری. ممکنه کسی انتقاد کنه. ممکنه حتی شکست بخوری. اما حداقل یک چیز رو به ترس واگذار نکردی. حق انتخاب این که چه جور زندگی داشته باشی. و اینجا باید یک تصور اشتباه رو کنار بذاریم. تله شادمانی نمیگه اگر چیزی رو واقعاً بخوای حتماً بهش میرسی. زندگی اینطوری نیست.
گاهی تمام تلاشت رو می‌کنی و شکست می‌خوری. گاهی آدم خوبی هستی و باز کسی ترکت می‌کنه. گاهی تصمیمی می‌گیری که با اطلاعات اون لحظه درست بوده ولی نتیجه خوبی نمیده. گاهی سالها برای چیزی تلاش می‌کنی و بهش نمی‌رسی. بخشی از زندگی در کنترل ما نیست و شاید پذیرش همین حقیقت از چیزی که به نظر میرسه آزاد کننده تر باشه. چون اگر نتیجه همیشه در کنترلتون نیست، شاید نباید تمام ارزش خودت رو به نتیجه وصل کنی. به جای اینکه فقط بپرسی بردم یا باختم، میتونی بپرسی آیا کاری رو که در اختیارم بود انجام دادم؟ آیا رفتاری که داشتم با انسانی که میخوام باشم هماهنگ بود؟ آیا ترس تصمیمم رو گرفت یا من؟ نتیجه مهمه، اما تمام داستان نیست. 2 نفر رو تصور کن که وارد یک مسابقه شدن. یکی برنده میشه، اما برای بردن تقلب کرده. دیگری میبازه، ولی تمام توانش رو گذاشته و مطابق اصول خودش رفتار کرده. اگر تنها معیار نتیجه باشه، نفر اول موفق تره. اما آیا واقعاً زندگی هم به همین سادگیه؟ اگر تمام ارزش خودت رو به نتیجه ها وصل کنی، احساس ارزشمند بودنت رو به چیزهایی میسپری که خیلی هاشون در کنترل تو نیستن. نظر دیگران، اقتصاد، زمان، شانس، تصمیم یک نفر دیگه، اتفاقهای پیش بینی نشده. اما چیزی هست که سهم بیشتری ازش در اختیار توئه. رفتاری که امروز انتخاب می‌کنی. حالا شاید ذهنت بگه خیلی خوب. پس از فردا همه چیز رو عوض می‌کنم. صبح زود بیدار میشم. ورزش، مطالعه، کار، غذای سالم، هیچ اتلاف وقتی. نسخه جدید من از فردا شروع میشه. 3 روز میگذره. روز 4م خراب میشه. و ذهن فوراً میگه دیدی؟ باز هم نتونستی. اما زندگی معمولاً با انقلاب‌های 3 روزه تغییر نمی‌کنه. بیشتر با انتخاب‌های کوچیکی تغییر می‌کنه که آنقدر تکرار میشن تا یک روز می‌بینی مسیرت عوض شده. اگر خانواده برات مهمه، شاید قدم امروز فقط این باشه که وقتی باهات حرف میزنن، گوشی رو 10 دقیقه کنار بذاری. اگر سلامت برات مهمه، شاید 10 دقیقه راه بری. اگر یادگیری مهمه، 5 صفحه بخونی. اگر رابطت مهمه، مکالمه‌ای رو که مدت‌ها عقب انداختی شروع کنی. اگر خلق کردن مهمه، فقط 15 دقیقه چیزی بسازی. هیچ کدوم در لحظه شبیه تغییر زندگی نیست. ولی زندگی از همین لحظه‌های کوچیک ساخته میشه. تصور کن داری یک دیوار میسازی. هر روز فقط یک آجر. یک آجر تقریباً هیچ چیز نیست. کسی با دیدنش تحت تأثیر قرار نمیگیره. حتی ممکنه خودت هم احساس کنی هیچ اتفاقی نیفتاده. اما بعد از 1 سال برمیگردی و چیزی اونجاست که قبلاً نبود. زندگیم خیلی وقتا همینطور ساخته میشه. یک تماس، یک تمرین، یک صفحه، یک تصمیم. یک بار نگفتن، یک بار عذرخواهی و مهمتر از همه یک بار برگشتن. چون قرار نیست از امروز به بعد هیچ وقت از مسیر خارج نشی. دوباره بیش فکری میکنی. دوباره یک روز رو هدر میدی. دوباره عصبانی میشی. دوباره ممکنه حرفی بزنی که بعداً پشیمون بشی. دوباره ممکنه به جای کاری که برات مهمه 1 ساعت بی هدف گوشی دستت بگیری. و ذهن سریع میاد دیدی هیچ چیز عوض نشده. اما تغییر واقعی به این معنی نیست که دیگه هیچ وقت زمین نخوری.
به این معنیه که یاد بگیری زودتر بلند شی. شاید قبلاً یک شکست 3 ماه از مسیر خارجت می کرد. حالا 3 هفته. بعد 3 روز. بعد شاید 3 ساعت. این هم پیش رفته. نه کامل بودن. برگشتن. فکر کن با GPS رانندگی می کنی. یک خروجی رو اشتباه میدی. GPS شروع نمیکنه به تحقیر کردنت. نمیگه باورم نمیشه دوباره خراب کردی. تو اصلاً برای رانندگی ساخته نشدی. همه از تو جلوترن. فقط یک کار میکنه. مسیر رو دوباره محاسبه میکنه. تمام. شاید ما هم بیشتر به همین نیاز داشته باشیم. 1 هفته از برنامه عقب افتادی؟ مسیر رو دوباره محاسبه کن. اشتباه کردی؟ اگر قابل جبرانه جبرانش کن. بعد مسیر رو دوباره محاسبه کن. یک تصمیم بد گرفتی؟ درسش رو بردار. مسیر رو دوباره محاسبه کن. خودت رو تغییر کردن هیچ میانبری به مقصد ایجاد نمی‌کنه. و حالا برگردیم به سوال اصلی کتاب. اگر خوشبختی یک احساس دائمی نیست، پس خوشبختی چیه؟ شاید خود این کلمه کمی ما رو گمراه کرده. چون وقتی میگیم خوشبختی، معمولاً یک احساس رو تصور میکنیم. آرامش، شادی، رضایت. اما احساسها میان و میرن. حتی بهترین روز زندگیت هم بالاخره تموم میشه. چیزی که شاید بشه ساخت، یک زندگی غنی و معناداره. زندگی که شادی توش هست، ولی غم هم هست. پیروزی هست، ولی شکست هم هست. عشق هست و چون عشق هست، احتمال از دست دادن هم وجود داره. شجاعت هست و چون شجاعت هست، ترس هم باید وجود داشته باشه. چون اگر ترسی نباشه، شجاعتی هم لازم نیست. شاید هدف این نباشه که فقط نیمه خوشایند انسان بودن رو تجربه کنیم. شاید هدف این باشه که ظرفیت تجربه تمام زندگی رو پیدا کنیم. به کسی فکر کن که واقعاً دوستش داری. همین دوست داشتن تو رو آسیب پذیر میکنه. ممکنه یک روز از دستش بدی. ممکنه ازش ناراحت بشی. ممکنه دلت براش تنگ بشه. آیا این یعنی دوست داشتن اشتباهه؟ نه. درد احتمالی بخشی از بهای داشتن چیزی ارزشمنده. به رویایی فکر کن که واقعاً برات مهمه. ممکنه شکست بخوری. آیا احتمال شکست یعنی نباید تلاش کنی؟ نه. ترس شاید بخشی از بهای یک زندگی شجاعانه باشه. اگر هیچ کس رو دوست نداشته باشی، احتمالاً قلبت هم کمتر می شکنه. اگر هیچ کاری شروع نکنی، احتمال شکست هم کمتره. اگر هیچ نظر واقعی نداشته باشی، کمتر باهات مخالفت میشه. اگر به هیچ کس نزدیک نشی، احتمال طرد شدن هم کمتره. بله، میتونی زندگی رو طوری بسازی که بعضی دردها کمتر بشن. اما برای این کار شاید مجبور بشی خود زندگی رو هم کوچکتر کنی. و شاید این یکی از مهمترین پیام‌های کل کتاب باشه. هدف ساختن زندگی نیست که هیچ چیز در اون درد نداشته باشه. هدف ساختن زندگیه که بعضی چیزها در اون آنقدر ارزشمند باشن که حاضر باشی ناراحتی اجتناب ناپذیر مسیرشون رو هم تجربه کنی. پس دفعه بعد که ترس اومد، شاید قبل از اینکه بپرسی چطور از شرش خلاص بشم، بپرسی اگر این ترس حق تصمیم گیری نداشت، من الان چه کاری انجام می دادم؟ شاید یک تماس، شاید یک شروع، شاید یک پایان، شاید یک نه، شاید یک ببخشید، شاید یک دوستت دارم، شاید منتشر کردن چیزی که ماها پنهانش کردی، یا شاید فقط کنار گذاشتن گوشی و واقعاً حضور داشتن کنار کسی که نمیدونی
چند بار دیگه فرصت بودن کنارش رو داری. لازم نیست همین امروز تمام زندگیت رو تغییر بدی. فقط جواب اون سوال رو پیدا کن. اگر ترس تصمیم گیرنده نبود، قدم بعدی من چی بود؟ و حالا برگردیم به اولین دقیقه این ویدیو. گفتیم شاید تلاش بیش از حد برای خوشحال بودن خودش بخشی از مشکل باشه. حالا دلیلش روشن‌تره. اگر باور داشته باشی همیشه باید حال خوبی داشته باشی، هر روز بد تبدیل میشه به شکست. غم دیگه فقط غم نیست. نشونه این میشه که یه چیزی در من درست نیست. اضطراب دیگه فقط اضطراب نیست. نشونه ضعف میشه. ترس دیگه فقط ترس نیست. چیزی میشه که قبل از زندگی کردن باید حذفش کنی. و ناگهان تمام زندگی تبدیل میشه به یک پروژه بیپایان برای تعمیر خودت. اما شاید لازم نباشه اول تبدیل به نسخه بی‌نقص از خودت بشی و بعد اجازه داشته باشی زندگی کنی. شاید اون نسخه اصلاً وجود نداشته باشه. نسخه‌ای که هیچ وقت نمی‌ترسه، هیچ وقت شک نمی‌کنه، هیچ فکر منفی نداره، همیشه انگیزه داره، همیشه میدونه چه کاری درسته. اگر منتظر اون آدم بمونی، ممکنه زندگی آدمی که همین الان هستی آروم آروم بگذره. فردا ممکنه دوباره با یک فکر منفی از خواب بیدار بشی. هفته بعد شاید چیزی طبق برنامه پیش نره. ممکنه کسی ناامیدت کنه. ممکنه خودت از خودت ناامید بشی. ممکنه دوباره بترسی. این کتاب قول نمیده هیچ کدوم از اینها اتفاق نیفته و شاید قدرتش دقیقاً همینجاست. قرار نیست یک زندگی بدون درد بهت بفروشه. یک سوال واقعی تر جلوت میذاره. آیا میتونی با تمام چیزهایی که انسان بودن همراه خودش میاره باز هم زندگی بسازی که برات ارزشمند باشه؟ جواب این سوال رو با حرف نمیدی. با انتخابات میدی. با کاری که فردا صبح انجام میدی. با زمانی که به آدمهای مهم زندگیت میدی. با کاری که مدت هاست از ترس عقب انداختی. با مرزی که بالاخره تعیین میکنی. با قدم کوچیکی که بر میداری. حتی وقتی ذهنت هنوز مطمئن نیست. و شاید در نهایت سوال اصلی زندگی این نباشه امروز چقدر خوشحال بودم. شاید سوال بهتر این باشه امروز چقدر واقعاً زندگی کردم. چقدر حضور داشتم. چقدر خودم بودم. چقدر برای چیزی که واقعاً برام مهمه قدم برداشتم. چقدر اجازه دادم ترس به جای من انتخاب کنه. و اگر امروز جواب بعضی از این سوالها رو دوست نداشتی، لازم نیست خودت رو محاکمه کنی. مسیر رو دوباره محاسبه کن. فردا دوباره انتخاب کن. چون شاید قرار نیست یک روز بالاخره به زندگی برسی. این همون زندگیه. همین روزهای معمولی. همین لحظه. با همین ذهن شلوغ. با همین ترسها. با همین نقصها. با همین چیزهایی که هنوز حل نشدن. و شاید بزرگترین تله این باشه که تمام عمر منتظر بمونی همه چیز درست بشه تا بعدش زندگی کنی. چون ممکنه یک روز برگردی و بفهمی تمام اون مدتی که منتظر بودی زندگی شروع بشه خود زندگی بود.